چرا از جلسات لیزر لیپولیز قبلی نتیجه نگرفتیم؟ ببینید، لیزر لیپولیز هم مثل هر کار پزشکی دیگه قواعد خاص خودش رو داره. یعنی اینکه باید تنظیمات مناسب مراجعه کننده روی دستگاه ست بشه و کار باید درست انجام بشه تا نتیجه مطلوب بده. از طرف دیگه در هر جلسه لیپولیز چیزی بین 20 تا 30% چربی ها از بین میره. بنابراین کسایی که چربی زیادی دارند باید به 2 یا 3 جلسه درمان فکر بکنن تا بتونن نتایج عالی و فوق‌العاده‌ای بگیرن. از طرف دیگه انجام یه سری کارها مثل داشتن رژیم غذایی متعادل، فعالیت ورزشی مناسب فرد و همراهی این پروسه لیپولیز با یک سری از داروهای چه گیاهی چه شیمیایی میتونه نتیجه رو 2 چندان بهتر کنه. اگر در مورد لیپولیز و از بین بردن چربی‌های موضعی سوالی دارید، من در خدمت شما هستم.